دکتر این آتش‌بس رو شما یه فرصت می‌بینید یا نه یه تله سیاسی؟ من بیشتر تله سیاسی می‌بینم. یعنی آمریکایی‌ها بنا دارن به ما ضربه بزنن، نمیتونن عقب بشینن از ضربه زدن به ما، نمیتونن طرز تفکرشون عوض کنن، نمیتونن از تصاحب نفت ما بگذرن. اون بلایی که سر ونزوئلا آوردن میخواستن سر ما بیارن، ولی خب شکست خوردن به چند دلیل. یکیش راهنمودهایی است که حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه قبل از شهادتش این راهنمودها رو داده بود. یکی به سرعت جایگزین شدن ایشون با آیت الله سید مجتبی، یکی حضور مردم در صحنه. ببینید اینا پیش بینیشون این بود اگه به ایران حمله کنن مردم میان تو صحنه و اسلحه دست میگیرن علیه نظام میشورن. حالا یک چیز بدی که تو بین دیپلمات‌های ما یا هیئتایی که میرن خارج برمیگردن بوده و هست اینه که هر کی میره خارج یا قراره بره جایی یه طوری وانمود میکنه که این سفر خیلی پربار بوده، مثبت بوده. البته معمولا هم پرباره، منتها از نظر تعداد چمدونایی که با خودشون میارن. ما کسایی رو باید بفرستیم مذاکره که نترسن، که من فکر میکنم شامل دیپلمات فعلی ما که در این رأس دیپلماسی ما نیست. بعد سعی کردن سران کشورها افراد مؤثر رو بیارن اونجا، اینا با اون دخترها رابطه برقرار کنن، دختر بچه ها، و ازشون فیلم بگیرن. از اتاق خوابش هم فیلم دارن، همه رو نکردن. شما تصور کنید یه فیلمی در بیاد که آقای ترامپ با یه دختر بچه 7-8 ساله داره رابطه جنسی برقرار میکنه، این پخش بشه ترامپ کارش تمومه. به نام خدا. سلام بر مخاطبین گرامی شبکه خبری ایران 24. امروز میزبان جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم تا در خصوص شرایط فعلی کشور، سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید. خیلی ممنونم دکتر از وقت ارزشمندی که برای شبکه خبری ایران 24 قائل شدین. خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. دکتر اولین سوالمون در مورد توییت دکتر عراقچیه که با واکنش‌های زیادی هم روبرو شده. ارزیابی شما در خصوص این توییت دکتر چگونه است؟ این رو برامون بفرمایید و بعد در ادامهش هم می‌خوایم در مورد واکنش‌ها با شما یه صحبتی داشته باشیم. الان بازار به اظهارات آقای ترامپ واکنش نشون نمیده، چون آقای ارزیابی کرده بودن، گفته بودن 3% صحبتش راسته، بقیهش همش دروغه. در ظرف یه روز چندین بار موضع عوض میکنه یا چندین دروغ میگه. لذا صحبتهای او ملاک تعیین مثلا نرخ بنزین نیست. اما وقتی آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه ایران، آقای رئیس جمهور یا آقای قالیباف صحبتی میکنه، این ملاک قرار میگیره. این توییت آخری که آقای عراقچی زد چند ده میلیارد دلار به نفع غربی ها شد، از جمله آمریکایی ها. چرا؟ وانمود میکنه که الان داریم به توافق میرسیم. همین اگه ما به توافق برسیم یعنی دیگه مسئله حل، یا تنگه هرمز بازه، میتونن بیان برن، بنابراین نرخ سوخت به شدت میاد پایین و اونها سود میکنن بدون اینکه ما در قبالش هیچی گرفته باشیم. ما اگر چیزی میخوایم بدیم به اونا باید قبلش چیزی بگیریم. این رو آقای عراقچی توجه نمیکنه. من اگه بخوام یه مثالی بزنم راجع به طرز تفکر آقای عراقچی، ظریف و امثالهم، شما میبینید که کره ماه تو مدار زمین میچرخه، زمین خودش تو مدار خورشید میچرخه. اگر ما زمین رو آقای ظریف فرض کنیم، آقای عراقچی در مدار تفکر ظریف حرکت میکنه، هرچند کوچکتر، جمع و جورتر.
یکم متفاوت تر. و زمین که دور خورشید میگرده، حالا بلا نسبت خورشید اون مدار تفکر آمریکایی است، یعنی تفکر و ذهنیت اینا به نظر من یه ذهنیت آمریکایی است. به خصوص آقای ظریف که سالهای سال اونجا بوده اصلا نمیتونه خارج از این مدار خارج بشه، ذهنش نمیکشه. حالا این زمین هم که دور خورشید میگرده گاهی گاهی از خورشید دورتر میشه، گاهی نزدیکتر میشه. این زمستون و تابستونش مال اینه. ما هم که دور زمین میگرده همین حالت رو داره، ولی بالاخره تو اون مداره. و من متاسفم برای اینها و متاسفم که 8 سال آقای ظریف وزیر خارجه ما بود و آقای عراقچی هم داره تو همون مسیر حرکت میکنه و متاسفانه شاید بگیم متوجه اثر حرفای خودش نیست. حالا یک چیز بدی که تو بین دیپلمات‌های ما یا هیئتایی که میرن خارج برمیگردن بوده و هست اینه که هر کی میره خارج یا قراره بره جایی یه طوری وانمود میکنه که این سفر خیلی پربار بوده، مثبت بوده. البته معمولا هم پرباره، منتها از نظر تعداد چمدونایی که با خودشون میارن. دکتر، حالا با توجه به توییت دکتر عراقچی و واکنش‌ها و انتقادهای حالا میشه گفت تندی که در قبال این توییت شکل گرفت، فکر می‌کنید که نیاز به این همه انتقاد تند در فضا بود و آیا این پیام‌ها و صحبت‌ها آیا واقعا بازدارندگی ایجاد میکنه یا نه فقط یه فشار بین‌المللی علیه کشور ما در حقیقت دوباره به وجود میاره؟ فشار بین‌المللی علیه ما ایجاد نمی‌کنه، بلکه متوجه میشن که آقای عراقچی هم تو اتخاذ مواضع محدود هست، بنابراین نمیتونه خواسته های اونا رو برآورده بکنه. چون اگه فکر کنن میتونن سر آقای عراقچی رو کلاه بذارن، دیگه میبینن که سر مردم رو نمیتونن کلاه بذارن. من متعجبم از آقای عراقچی که چرا یه همچین توییتایی میزنه. همین حرفا رو میشه توی یه قالبی بزنه که اون اثر منفی نداشته باشه، هرچند عملش هم منفی بخواد باشه ولی توی یه قالب مثبت. ببینید شما ترامپ هر چقدر هم شکست خورده جست پیروز میگیره، جست میگیره که در حال تهاجمه، ولی اینجا نه. یکی از چیزایی که تو توییت آقای عراقچی بود این که تنگه هرمز بازه و برای رفتن باید از فکر کنم سازمان کشتیرانی شیچی ایران اجازه بگیره، نمیگه از سپاه. این از کجا آورده؟ به ضرر ماست این بیانیه ها. دشمن ما جریتر میشه. بعد اونا هنوز میگن، این میگه من تنگه رو باز کردم میتونم بیام برم، اون میگه نه من محاصره رو حفظ کردم. با گردن کلفتی. الان دکتر این آتش بس رو شما یه فرصت میبینید یا نه یه تله سیاسی؟ من بیشتر تله سیاسی میبینم. یعنی آمریکایی ها بنا دارن به ما ضربه بزنن، نمیتونن عقب بشینن از ضربه زدن به ما، نمیتونن طرز تفکرشون رو عوض کنن، نمیتونن از تصاحب نفت ما بگذرن. اون بلایی که سر ونزوئلا آوردن میخواستن سر ما بیارن، ولی خب شکست خوردن به چند دلیل. یکیش راهنمودهایی است که حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه قبل از شهادتش این راهنمودها رو داده بود. یکی به سرعت جایگزین شدن ایشون با آیت الله سید مجتبی، یکی حضور مردم در صحنه. ببینید اینا پیش بینیشون این بود اگه به ایران حمله کنن مردم میان تو صحنه و اسلحه دست میگیرن، علیه نظام شورانده میشون. اما دیدم برعکسه، مردم اومدن، حتی کسانی که با ما مخالف بودن، حتی کسانی که در فتنه‌های قبل دست داشتن، خیلی هاشون پشیمون شدن برگشتن. یه صحبتی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا داشت، گفته بود که این هواپیما یا هلیکوپترهای ما که می اومدن گاهی میخواستن بیان تو فضای ما با تیراندازی مردم مواجه میشدن. خیلی حرفه. اونا انتظار داشتن اینا به سمت حکومت تیراندازی بکنن، حالا دارن به سمت هلیکوپترها هواپیما اونا تیراندازی میکنن.
مردم ما رو نشناختن. فکر کنم بعضی از مسئولین هم مردم ما رو نشناختن. دکتر الان با توجه به لفاظی‌های ترامپ و حالا محاصره دریایی که عنوان میکنه و همینجور آتش بس، ما بخوایم اینها رو به هم دیگه ربط بدیم، در حقیقت الان میشه مذاکره در حقیقت زیر سایه تهدید از نظر شما این رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ و اینکه محاصره دریایی خودش به عنوان نقض آتش بس نمیتونیم ما بهش مثلا نگاه بکنیم؟ اصلا یه عمل جنگیه. اینا چه حقی دارن بیان تو آبهای بین‌المللی کشتی‌های ما رو محاصره بکنن و نظرن به مقصد برسه؟ حتی دوام نمیتونن بیارن، برای اینکه ما بیش از 100 میلیون بشکه رو قبلا راهی کردیم تو کشتی‌ها نزدیک به بازارهای مصرف، در حالی که قیمتش بوده 60-70 دلار، الان 140 دلار. حالا قبل از این توییت آقای عراقچی. خب 100 میلیون بشکه یعنی به اندازه 2.5 ماه صادرات نفت ما. قیمتش هم 2 برابر میشه درآمد 5 ماه ما. حالا به غیر درآمدی که ما میتونیم از کشتی‌ها بگیریم بابت ترانزیت. پس ما میتونیم این ادامه بدیم تا 5 ماه، ولی آمریکایی‌ها نمیتونن تا 5 ماه ادامه بدن. اونا شکست خوردن. منتها ما باید کسانی که میخوان تصمیم بگیرن این اتکا به نفس و این اعتماد به مردممون و قدرت نظامیمون رو داشته باشن تا بتونن تصمیم بگیرن. من فکر میکنم بعضی از کسانی که هیدم از مذاکره میزنن اینا هم میترسن. اصلا سیاست دشمن ترسوندن طرف مقابله، در حالی که اونا ترسیدن. ناو هواپیمابرشون رو بردن 1000 کیلومتر از مرزهای ما دور کردن، چون میدونن ما میزنیم اگه نزدیک بشن. یعنی این اهرمی که اونا داشتن، ناو هواپیمابر، اسمش میومد که به سمت یک کشوری میخواد حرکت کنه، اون کشور تسلیم میشد. الان بیشتر 40 روزه دارن، حالا جنگ شروع شده، دارن میخورن، حالا بمباران میکنن یه جاهایی رو، ولی ما هم داریم بمباران میکنیم، ما هم داریم میزنیم، موشکباران میکنیم. و اونا هم یه چیز متوجه شدن، کشورهای عربی اینا فکر میکردن که وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، در کشور اونا، به نفعشون امنیت براشون میاره. خرج تأسیس این پایگاه‌ها و نگهداریش هم میدادن، یعنی پول نگهداری این پایگاه آمریکا رو این کشورهای عربی میدادن. اما الان فهمیدن که امنیت که نمیاره، ضد امنیت هم هست. لذا ما شاهدیم که مقام عالی رتبه امارات اخیراً با آقای قالیباف تماس گرفته، در حالی که قلدربازی در می‌آوردن تو کلماتشون. اینا مثل کاخ شیشه‌ای هست، بخوان سنگ بندازن واقعا چیزی براشون نمیمونه. از عوارض تنگه هرمز شما چیزی مطلع هستین؟ مثلا خبر دارین که آیا در مورد حتی کشور عمان با همسایه عمان ما در حقیقت هماهنگی انجام شده در مورد این عوارض؟ شما چیزی در این خصوص میدونید برامون بیان بکنید؟ این که با اونا هماهنگی شده باشه نمیدونم، ولی کشتی‌های بزرگ باید از نقاط عمیق خلیج فارس عبور کنن و نقطه عمیقش تو آبهای سرزمینی ماست. ما برای گرفتن عوارض، برای عبور کشتی‌های عظیم نفتکش یا بقیه کشتی‌ها، چون از آب ما عبور میکنن، ما نیازی به هماهنگی با عمان نداریم. خودمون میتونیم رأساً اقدام بکنیم. رسم هم از تو دنیا کشتی‌ها از کانال‌ها، از تنگه ها و اینها عبور میکنن، عوارض میدن. مثلا الان ترکیه بابت عبور کشتی‌ها از تنگه بوسفور تونی $5.8 میگیرن که اخیراً افزایش شدن به بالای $6. خب ما بگیریم دیگه. و میتونه درآمدش برای ما بیش از $1 در بشکه باشه. الان نرخ باشن $1. دو تا از شرایط دهگانه مبنای مذاکرات شما خبری دارید؟ اینکه اصلا این مبنا رو الان چرا یه متنی برای افکار عمومی یا مردم در واقع نشون داده نمیشه؟ فقط حالا به حالت گزارش‌های خبری بوده که ما الان توی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها داریم میخونیم. شورای امنیت سازمان ملل یه بیانیه‌ای داد
که یه توهمی رو ایجاد کرد، حالا یا خودش هم دچار توهم شده یا عمدن اینطوری بیان داد که گویی آمریکا پذیرفته این دهبند رو اجرا کنه، در حالی که نه، او پذیرفته راجع به این دهبند مذاکره کنه. نه چه مذاکره میتونه باشه منفی، نپذیرفتن که نپذیرفتن نه. ولی همین که شما میگی این دهبند، حالا اینم باز یه پیروزیه که اونا بپذیرن دهبند ما موضوع مذاکرات باشه. البته وسط مذاکرات باز راجع به هسته‌ای و چیزای دیگه هم صحبت کردن و اساس کار دشمن ترسوندنه. ما کسایی رو باید بفرستیم مذاکره که نترسن، که من فکر میکنم شامل دیپلمات فعلی ما که در یعنی رأس دیپلماسی ما نیست، از ظریفش گرفته تا آقای عراقچی. یادتون میاد ظریف گفته بود اگر آمریکا بخواد با یه دکمه میتونه ظرف 10 دقیقه کل سیستم نظامی ما رو فشل کنه. یکی مثل آقای زیبا کلام گفته بود اگر اسرائیل با ایران وارد جنگ بشه حتی یه تیر چراغ برق هم تو ایران سالم نخواهد موند. کجا رفتن اینا؟ اینطوری نیست. ما باید قدرت خودمون رو باور کنیم، حمایت الهی رو هم باید باور کنیم، وعده های خدا رو هم باید باور کنیم. یادم میاد اول انقلاب وقتی ناوهای جنگی آمریکا میخواستن وارد خلیج فارس بشن، با ما مطرح میکنن مقامات ما که حضرت آقا، حضرت امام، ناوهای جنگی آمریکا میخوان وارد خلیج فارس بشن، چیکار کنیم؟ امام گفتن بزنیدشون. ولی ترسیدن. امام گفته بود که ترسیدید؟ امام نمی ترسید. حالا هر کاری ما میخواستیم بکنیم اینا میگفتن میترسیم آمریکا دخالت کنه. تنگه هرمز اگه بخوایم ببندیم عوارض بگیریم جنگ میشه. از NPT بخوایم خارج بشیم جنگ میشه. حالا جنگ شده، گرچه میترسید. اونا دارن میترسن. اونا هستن که ناو هواپیما برشون 1000 کیلومتر از مرزهای ما دور میشه و جرئت نمیکنن به ما نزدیک بشن. دکتر الان ترامپ لفظی میکنه که اگر که میگه تا زمانی که توافق شکل نگیره من محاصره دریایی رو مثلا کنار نمیرم، یا لفظی های دیگه. این فکر میکنین که این ادامه روند مذاکرات برای ما یه امتیاز دادن نمیشه در حقیقت به ترامپ؟ خب به اون چرا میگه؟ اون از نظر موضع خودش درست میگه رفع به اصطلاح تحریم عبور کشتی های ایران این باید نتیجه مذاکرات باشه. برداشتن تحریم عبور کشتی ها از تنگه هرمز هم باید نتیجه مذاکرات باشه، اونم نه بر اساس اعتماد. این که اون بگی آقا خیلی خب من پول شما رو آزاد میکنم، فردا اینا میان کشتی ها میرن بعد میگه نمیکنه. چرا بخواید بکنید؟ باید آزاد بکنه، این پول بیاد تو حساب ما، تا اون وقت ما بگیم خیلی خوب تو آزاد کردی. همینطوری نمیدونم این خوشباوری تو این مسئولین کشور ما به خصوص تو این دولت تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ اون تحریم رو بر نمیداره. البته موفق نمیشه. ما قدرت بالایی داریم، کشتیاشون هم جرئت ندارن نزدیک بشن. حالا یک کشتی میخواست، 2 تا کشتی میخواست وارد خلیج فارس بشه با فریبکاری، خب سپاه ما فهمید تهدید کرد، شانس آوردن اونا، چون اگه وارد میشد ما میزدیم. اونها سعی میکنن بترسونن. اصلا سیاست اسرائیل و آمریکا ترسوندنه، ولی از ما حسابی ترسیدن. حالا شاید خدا هم در دل اونا ترس انداخته و انداخته به نظر من. دکتر الان با توجه به صحبت‌های شما پس ادامه جنگ الان مثلا مورد توجه یا نه امتیاز دادن در مذاکره؟ ما باید اگر میخوایم امتیازی بدیم باید قبلش امتیاز رو بگیریم، نه که وعدش رو بگیریم. اینا خود رو وعده میکنن. بعدم تنگه هرمز مال ماست، حداقل مسیر کشتیرانی جز آبهای ماست، ما باید عوارض بگیریم. توتال که یک شرکت
نفتی بزرگی هست، گفته ما ترجیح میدیم عوارض رو بدیم و عبور بکنیم، چه رفتن چه برگشتن. در مورد خروج از NPT صحبت کردین. خب این طرح سپوریتیش باید به مجلس ارائه بشه که در حقیقت تصویب بشه و به قانون تبدیل بشه، ولی هنوز این شرایط به مجلس ارائه نشده. شما اصلا این طرح رو الان برای شرایط فعلی کشور چگونه ارزیابی دارین؟ آیا مفیده؟ ضرر داره؟ چگونه است الان برای شرایط فعلی کشور ما میتونیم خارج بشیم و مثلا گروسی و سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای محکوم نکرد حمله به مراکز هسته‌ای ما رو، همین رو بهانه قرار بدیم خارج بشیم. اما من راه بهتری سراغ دارم. به جای اینکه خارج بشیم توپو بندازیم تو زمین اونا، بگیم که بازرسی ها رو متوقف میکنیم، هیچ بازرسی نمیتونه بکنه آژانس از ما تا زمانی که رژیم صهیونیستی عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بشه و آژانس بره گزارش تهیه کنه و اگر بمب هسته‌ای دارن که دارن اونو محوش کنه. نه اسرائیل میپیونده، نه آژانس میره بررسی میکنه و نه اونا بمبای هسته‌ایشون رو منهدم میکنن. در حقیقت ما اینجا از نظر تبلیغاتی توپو انداختیم تو زمین دشمن. ولی حالا قبلا هم میترسیدن که اگه بریم بیرون مثلا اینا ممکنه حمله کنن، بگن فلان. حمله کردن دیگه، بتونن بازم حمله میکنن. احتمال حمله زمینی هم هست که حالا این تو تبسدو نزدیک اصفهان این حمله رو انجام دادن و خب شکست سختی خوردن. ما باید حواسمون باشه بدونیم که اونا دست از توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران بر نمیدارن. حتما سیاستشون تجزیه ایرانه، ردخور نداره. حتما تصاحب منابع نفتی ماست که مال اونا بشه، این دیگه مال ملت ما نباشه، و به بردگی گرفتن مردم ما. الان اوضاع ونزوئلا خیلی خرابه. یه رهبرشون رو دزدیدن، رئیس جمهورشون رو، و حالا تو گزارشایی که میدادن میگفتن مثلا 1 ساعت تو پمپ بنزین هستن مردم تا بتونن بنزین بزنن. حالا کشوری که بیشترین ذخایر نفت جهان رو به نسبت هر کشور دیگه داره، بعد مقام آمریکایی میره این نفت ونزوئلا رو که تو شیشه بود میگیره میبوسه، میگه این مال ماست. ما اجازه ندیدیم با ما اینطوری رفتار بکنن، هرچند این هدف رو دارن ولم نمیکنن، ولی تا به حال شکست خوردن و بازم شکست خواهند خورد. دکتر، در مورد میانجیگری پاکستان، شما واقعا میانجیگری رو یه بی‌طرفانه می‌بینید؟ با توجه به اینکه بعد از جنگ 12 روزه حتی شهباز شریف بیان کرده بود که یه جورایی ترامپ رو حتی نامزد برای کاندیدای صلح کرده بود، صلح نوبل کرده بود. در حقیقت الان شرایط میانجیگری پاکستان رو شما چگونه می‌بینید؟ ببینید، علاوه بر این پاکستان چندین هواپیما و نیرو اینا فرستاده عربستان، یه پیمان همکاری دارن و اگر عربستان به ما حمله کرد ما باید حمله کنیم به اونا بزنیم یا نه؟ اینا رفتن مانع بشون. البته حوثی هم اگه بخوان میتونن بزنن، کاری هم از دست هواپیمای آمریکایی بر نیامد چه برسه به پاکستانی. ولی بالاخره اینا روابط گسترده‌ای دارن. مردم پاکستان هم با ما خیلی خوبن، یعنی پاکستان داره از این میانجیگری سود میبرد، هم نزد افکار عمومی کشور خودش، هم خودشون رو یه مقدار برای آمریکا و اینا لوس میکنن. حالا دکتر، اگر توافقی شکل بگیره از نظر شما تا چه حد قابل اعتماده که سناریوهای قبلی تکرار نشه؟ اصلا این که بعضیا میگن آقا بریم مثلا آمریکا تضمین بده که دیگه به ما حمله نمیکنن، هیچ تضمینی وجود نداره. ترامپ امضا کنه فردا میره پس میگیره، کنگره آمریکا تصویب کنه یه مصوبه میگذرونه حرفش پس میگیره، شورای امنیت سازمان ملل تصویب کنه، خب این برجامو تصویب کرده بود اینا خارج شدن چیکارش کردن؟ هیچ. کشتی‌ها و هواپیماش بزنن از منطقه برن، خب میتونن فردا برگردن، بازم پس تضمینی نیست. خود ترامپ هم گفت ما هواپیمایی داریم که 2000 کیلومتر در ساعت میتونن حرکت کنن، میتونن برگردن منطقه.
اینا هیچ کدوم تضمین نیست. تضمین اینه که تمام امکاناتشون از بین بره و کشتی‌هاشون هم غرق بشه. اگه که مجدد تنش بین ایران و امریکا و اسرائیل دوباره مجددا برقرار بشه، استراتژی واقعی ایران باید چی باشه در حقیقت؟ و ضربه زدن به دشمن. تمام کشورهایی که به آمریکا پایگاه دادن باید به خاطر این کارشون مجازات بشن. باید خسارات ما رو هم آمریکا هم این کشورهای عربی بدن. باید پایگاه آمریکا رو ببندن، تعطیل کنن. اینا میتونستن با ما رابطه دوستانه داشته باشن، اما آمریکایی‌ها نمیخواستن. اینا فکر میکردن که پایگاه آمریکا براشون امنیت میاره، حالا فهمیدن که پایگاه آمریکا به ضرر امنیتشونه. اما یا جرأت دارن به آمریکا بگن برو، حتی اگه بخوان جرأت ندارن. و اگر تنش ها بالا بگیره فکر میکنید که مثلا حالا امریکا به سمت سلاح اتمی بره؟ آمریکا، اولا من جهت اطلاع به شما بگم، آبان ماه انتخابات کنگره است تو آمریکا و موضع ترامپ و حزب جمهوری خواه بسیار ضعیفه و به احتمال بسیار قوی اینا میبازن انتخابات. اگه تو آبان ماه انتخابات رو ببازن، توی آذر ماه استیضاح ترامپ کلید میخوره و اون عزل خواهد شد. اما ما فرض رو باید بذاریم برای اینکه ممکنه حماقت بکنه، بالاخره یه احمق توی آمریکا هست. اسرائیل هم بمب اتم داره، اما ما هم آدرس مرکز انرژی هسته‌ایش دیمونا رو داریم، هم اطلاعاتی که به دست آوردیم میدونیم بمبای اتمی اسرائیل کجاست. ما میتونیم بمبای هسته‌ایش رو بزنیم. بمبای هسته‌ایش رو بزنیم انگار بمب اتم انداختیم روشون و باید همه بذارن برن و اونا میدونن ما میدونیم و لذا بعید میدونم که این کارو بکنه. اما بازم باید احتمالش رو بدیم، یعنی به عنوان 1 در 1000 هم که شده باید این احتمال بدیم. بالاخره ما با آدمای احمقی مواجهیم، ولی اونا هم میدونن اگه این کارو بکنن ما میزنیم، یه طرفه نیست. بنابراین اونا میترسن از اینکه بخوان علیه ما بمب اتم به کار بگیرن، ضمن که تو دنیا بیشتر منزوی هم میشوند. روابط ما با کشورهای عربی حالا بعد از توافق، بعد از مذاکره اصلا یا حتی بعد از جنگ، فکر میکنین چگونه میشه با وجود شرایطی که به وقوع پیوست؟ خب ما همیشه خواستار رابطه خوب با کشور عربی بودیم. هیچ وقت دنبال مداخله در امور اونا نبودیم. هیچ وقت دنبال سرنگونی نظامشون نبودیم، هرچند نظامشون رو نمیپسندیدیم. تغییر نظام دست ملت هاست، نه حالا کشورهای بیگانه، حتی اگه این بیگانه ما باشیم. لذا ما دنبال رابطه خوب بودیم. اما آمریکایی‌ها همواره تلاش کردن اونا رو از ما بترسونن. ما یه سندی رو از اسناد لانه جاسوسی که خیلی بررسی کردیم یه زمانی، یه مقاله‌ای هم توی روزنامه عربستان چاپ شده بود به نقل از اجلاسی در تهران که تصمیم گرفته بودن کار تروریستی بکنن در مثلا عربستان متن فارسی هم چاپ کرد. ما بررسی کردیم دیدیم پر مطالب جعلیه. مثلا چی؟ گفته بودن در این جلسه آیت الله، عرضم به حضور شما که نماینده اول تهران کی بود؟ نماینده اول تهران، آره، آیت الله فخرالدین حجازی هم مثلا حضور داشت. قبل از انقلاب یه روحانی داشتیم به نام حجازی که تو رادیو برنامه اجرا میکردن. بعد تو صورت جلسه نوشته شده بود حاضرین آیت الله حجازی. این که روحانی نبود آقای حجازی. حالا اگه اونا ندونن، این که صورت جلسه تهیه میکنه که میدونه حجازی روحانی نیست. یه نفر نشسته تو خارج ساواکیا و چی و غیره اینا و ایشان یه چرندیاتی نوشتن. اون دا فکر کردن این حجازی که نماینده تهرانه
آیت الله، اونم نه که اونا بگن آیت الله حجازی تو جلسه بود، از قول صورت جلسه نوشته بودن. این حالا یه نمونه. مثلا گاهی میان میگن آقا ایران تو اسناد دادن جاسوسی هم بود، به CIA مرکزی توصیه کرده بود به دفاتر CIA مراقب باشید، اسنادی رو که تحت عنوان اسناد سری در اختیار سازمان‌های دیگه قرار میدید، از جمله سازمان‌های کشورهای دوست، مراقب باشید دستتون رو نشه، نفهمن جعلیه. در یک تاکید میکنه، میگه در یک مورد نزدیک بود این سازمان امنیت کشور دوست متوجه بشه که این اطلاعاتی که ما به عنوان به کلی سری میدیم جعلیه. خب اینا میرن اطلاعات میدن، مثلا میگن آقا قرار ایران بمبگذاری بکنه. بعد ممکنه برن خودشون هم بمبگذاری بکنن، بگن ها دیدی ما گفتیم. برای اینکه اینا نسبت به ما بدبین میکنن. ما همواره دنبال این بودیم براشون ثابت کنیم که ما کاری به کار شما نداریم. کما اینکه وقتی خود اونا قطر رو تحریم کردن، ما راه رو باز کردیم این از تحریم نجات پیدا کنه. و بقیه هم همینه. اگر اونها پایگاه‌های آمریکا رو ببندن، خسارت‌های ما رو بدن که باید بدن، و دست از دشمنی بردارن، ما از خودمون باشون رابطه خوب داشته باشیم. مثلا امارات باید دیگه بس کنه هی بگه 3 جزیره مال ماست. یه کاری نکنه که ما بریم 2 تا جزیره دیگه هم که شاه بخشیده بود بریم پس بگیریم. یه کاری نکنن که بریم بحرین هم پس بگیریم. هویدا نخست وزیر بهایی و همجنسباز زمان شاه وقتی یه اعتراض میکنن تو سنای اون زمان که چرا بحرین رو بخشیدید، خب یه دختری بوده شوهرش داد. یه کاری نکنن ما بریم طلاق این دختر رو بگیریم. این امکان رو داریم. حتی نمیخوایم، ما طمع سرزمینی نداریم، ولی دلمون میخواد مردم بحرین حاکم بشن تو کشورشون. حالا در مورد اینکه برخی از تحلیلگرا بیان میکنن که اگر توافق با آمریکا هم صورت بگیره، اسرائیل شرایط جنگ رو ادامه میده با ایران. یه جورایی میگن اصلا این جنگ وجودیه، چیزی که توی تحلیل ها و مقالات اسرائیل اومده، توی قرآن بیان شده. نظر شما در این خصوص چیه؟ حالا ما فرض رو باید بر این بذاریم که جنگ وجودیه براشون، چون واقعا پایگاهشون از دست دادن تو این جنگ 12 روزه و نمیدونم توطئه دیما ها. اینا هم به این نتیجه رسیدن که حریف ما نخواهند بود. اما اسرائیل بدون پشتیبانی آمریکا کاری نمیتونه بکنه. اینا یه جزیره درست کردن، یه جزیره را انداختن اونجا برای فساد. دختر بچه ها رو از جاهای مختلف دنیا، روسیه، جای دیگه، از جمله ترکیه، یه زلزله خیلی بزرگی تو ترکیه اومد، 50-60 هزار نفر کشته شدن، کلیا دختر یتیم شد. این دختر یتیما رو هم صادر کردن به جزیره اپستین، 200 میلیون دلار گرفتن. ترکیه از این جهت تاجره، دنبال پوله. حالا نمیگم دولتش این کارو کرده، ولی بالاخره ترکیه این کارو کرده. زمان آقای روحانی هم تجارتشون بگم کود انسانی به ایران صادر کرده. کود انسانی که خود دولت آقای روحانی هم تولید میکرد، برن کود انسانی از ترکیه وارد کنن. بعد سعی کردن سران کشورها، افراد مؤثر رو بیارن اونجا، اینا با اون دخترها رابطه برقرار کنن، دختر بچه ها، و ازشون فیلم بگیرن. از اتاق خوابش هم فیلم دارن، همه رو نکردن. شما تصور کنید یه فیلمی در بیاد که آقای ترامپ با یه دختر بچه 7-8 ساله داره رابطه جنسی برقرار میکنه، این پخش بشه ترامپ کارش تمومه. حالا از بیل گیتس گرفته بودن، از ایلان ماسک گرفته بودن، از ولیعهد به اصطلاح انگلستان و خیلی آدمای دیگه گرفته بودن. اینو پخش بکنن کار ترامپ تمومه. لذا گروگان دارن، آتو دارن، و ترامپ در بین این دو گزینه گیر کرده، با اینکه میدونه اشتباه کرده، به ایران حمله کرده، محاسباتش اشتباه بوده و به ضررش اگه بخواد بکشه کنار، اون فیلم ها منتشر میشه
و رفتنیه. ترامپ ترجیح میده سربازای آمریکایی کشته بشن ولی اون در پستش بمونه. حالا جالبه تو این اسنادی که خود آمریکایی‌ها منتشر کردن، اینا وقتی به دختر بچه‌ها تجاوز میکردن اونا رو میکشتن، میپختند و میخوردند. حالا شهید سلیمانی گفته بود ترامپ قمار باز، ما باید بگیم ترامپ بچه خار. دخترای معصوم مردم رو میبردن بهشون تجاوز میکردن و میخوردنشون. خیلی حرفه. اگر خود اسناد توسط آمریکایی ها منتشر نشده بود من باور نمیکردم که اینا یه همچه آدمایی باشن. وقت جالبه اینا میان مثلا دخترها اگه 14-15 سالگی تو ایران ازدواج کنن میگن کودک همسری. خب یا میان خودشون رو دلسوز این نشون میدن که مثلا مهسا امینی رو کشتن. حالا فیلمش هم در اومده که نکشتن، سکته کرده، ولی واسه یه دختری که حالا به قول اونا جو تبلیغاتیشون گفتن کشتن، این همه قوقا به پا کردن راجع به تجاوز به این بچه‌های کوچیک و کشتنشون و پختنشون و خوردنشون. هیچ مشکلی نداره. جالبه بدونید تو تلمود، کتاب شریعت یهودیان، اومده اگه میخوای تو جنگ پیروز بشی اول خون دختر بچه هاشو بریز. یعنی این حمله‌ای که به مدرسه میناب کردن این جزو شرایطی است برای پیروزی به قول خودشون، که البته خیلی به ضررشون شد تو دنیا، ولی ما با یه همچین آدمای طرف هستیم. سوال بعدیمون دکتر در مورد ارزیابی از عملکرد صدا سیماست در شرایط جنگ 40 روزه. از نظر جذابیت، محتوا، فراگیری شما چگونه می‌بینید عملکردش رو در جنگ 40 روزه؟ آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به شدت سانسور کردن تلفاتشون و خساراتی که وارد شده، در حالی که صدا سیمای ما زودتر از همه میرفت و این خسارات رو مطرح میکرد. خب این خودش باعث شد که خیلی برای اطلاع از چند و چون قضیه رو بیارن به صدا سیما، یعنی بینندگانش بیشتر شده نسبت به گذشته. تو اونا که هیچی نمیگن، اینا میگن. ولذا نسبتاً عملکردش خوب بوده. یه جایی هم اشتباه داشت که اینکه یه مقام نظامی گفت فلان. مقام نظامی کیه گفته فلان؟ چجوری گفته؟ یا مقام آگاه گفت که اون راجع به اون 10 ماده‌ای کی همچی حرفی زده؟ پس چطوریه که روایت اول رو ما در شرایط نداریم؟ میگن رسانه ما روایت اول رو نمیتونه بیان بکنه. میتونه. اونایی که دست اندرکارن روایت اول رو منتقل نمیکنن. اونا باید بگن دیگه که مثلا ما تو شورای امنیت چه سیاستی رو دنبال کردیم یا چه برنامه‌ای داشتیم. اونا اون ماده 10 ماده‌ای رو یه طوری دادن منتشر کردن که گویی آمریکا پذیرفته این 10 ماده رو عمل بکنه، در حالی که اون پذیرفته بود که مبنای بحث قرار بگیره. خیلی فرق میکنه عمل بکنه تو مبنای بحث. نسبتا من نمره مثبت میدم به صدا سیما. البته ما همیشه تو همه چیز میتونیم بگیم بهترم میتونست باشه. شک نیست هر چیزی میتونست بهتر باشه و میتونه هر چیزی بهتر باشه. جوابای من به شما هم میتونه بهتر باشه. و سوال بعدیمونه که برخی رسانه‌ها مدعی شدن بابت بازگشت خواننده مطرح معین و احتمال داره که حالا برخی دیگه هم یه وقتی مثلا حالا بخوام برگردن. حالا الان فعلا معین مطرحه. از نظر شما بازگشت خواننده‌های قدیمی به کشور چگونه است؟ بازگشت معین یادم میاد از زمان آقای احمدی نژاد مطرح بود که میتونه بیاد. حالا ما یه سری افراد به عنوان هنرپیشه و خواننده و اینا، بعضی تو خارج بودن، بعضی هم از ایران رفتن. اینا اگر توبه کنن در به توبه بازه. نه که طلبکارانه بیان اون مسیر رو بذارن کنار. نه تنها بذارن کنار بلکه جبران بکنن. بیان. حالا میتونید نام ببرید برامون که خودتون تمایل دارین کدوم از خواننده ها برگردن؟ حالا خواننده نیست، اینایی که رفتن خارج
مثلا من واقعا دلم براشون میسوزه، حالا چه هنرپیشه چه چیزای دیگه، اینا زندگی بسیار بدی دارن، حالا به رو خودشون نمیارن ولی تن به هر کاری مجبورن بدن، چون وگرنه گرسنه میمونن. اینا که تو ایران یه بروبیایی داشتن اونجا دیگه این بروبیا رو ندارن. مثلا هنرپیشای زن ما در مقابل هنرپیشای زن اونا عددی محسوب نمیشن. بعضی هاشون هم که حالا رو آوردن به یه کارهای سخیفی، مثل گلشیفته فراهانی، یکی دیگه الان اسمش آدم نمیاد، که اینا حتی برهنه هم شدن کامل. اینا من دلم براشون میسوزه، هم برای خودشون میسوزه هم برای پدر مادرشون که دخترشون رفته اونجا تو فیلمای سینمایی نقشایی بازی میکنن. ولی حالا همین گلشیفته فراهانی موضعش نسبت به جنگ علیه ایران بهتر از موضع مثلا خانم افشار بود که تو خبر من دیروز خوندم که اموال افشار و یه سری دیگه از این هنرپیشا توقیف شده. باید هم توقیف بشه، داخلی هم باید توقیف بشه، متاسفانه توقیف نشه. خیلی ممنون از وقتی که قرار دادیم. بابت سخن پایانی اگر نکته‌ای هستش که من نپرسیدم و به روند گفتگو کمک میکنه بفرمایید. ببینید از جنگ 12 روزه تا به حال هزاران نفر دستگیر شدن، کسانی که ریز برنده می ساختن، به کار می گرفتن، ترور می کردن، جاسوسی می کردن، پول می گرفتن در قبال جاسوسی، گرا می دادن به دشمن و بعد فیلمشو می گرفتن می فرستادن برای خارج از کشور. نتانیاهو و ترامپ رو تشویق می کردن بابت این جنایاتی که کردن. دمت گرم بیبی، دمت گرم، ادامه بده. هزاران نفر اینا دستگیر شدن، از جمله سازمان اطلاعات سپاه تعداد زیادی از اینا رو دستگیر کرده. الان 2 تا از سران سازمان اطلاعات سپاه شهید شدن تو ترورها. فقط هم اینا نبودن، کسای دیگه بودن. اما قوه قضاییه چند تا از این تروریستا رو از اون زمان تا حالا اعدام کرده، به انگشتای دست نمیرسه، این 10 تا نشدن. چرا نه؟ چرا این کار نمیکنن؟ چرا اعدامشون نمیکنن؟ چرا معطل میکنن؟ برای چی نگرشون داشتن؟ من حالا جای مختلفم گفتم حرکت قوه قضاییه در محاکمه این تروریستا یه حرکت انقلابی نبوده. حالا اینکه این شروع کردن اخیراً اموال توقیف کردن، چرا الان دارن جلو میرن؟ حالا بگذاریم چرا تا بال نکردن، ولی راجع به اعدامات چرا نه؟ روال عادی نباید بشه، زمان جنگه، باید اینا رو به دار بیاویزن. نکردن. من قبلا انتقاد میکردم، گفتم که حرکت قوه قضاییه در جهت محاکمه تروریستا حرکت لاک پشتیه. من از این بابت از قوه قضاییه معذرت میخوام. حرکتش حلزونیه، نه لاک پشتی. توقع داریم از جناب آقای اژه‌ای که خودش هم تو لیست ترور بود و هست که وظیفه‌شو درست انجام بده. مردم خواستار قاطعیت هستن. من حالا خودم چند جا سخنرانی داشتم، گفتم من از قوه قضاییه میخوام که این تروریستا رو زود در دادگاه نظامی محاکمه کنه و بلافاصله اعدامشون بکنه. مردم همه تشویق کردن، همه هورا کشیدن یا مثلا صلوات فرستادن، الله اکبر گفتن. مردم میخوان اینو از قوه قضاییه. من موندم چرا این کارو نمیکنن؟ منتظر چیم؟ این انتقاد من به قوه قضاییه دارم. خیلی ممنون. قدردانیم هم از شما و هم از مخاطبین ایران 24 که تا این لحظه ما رو همراهی کردن.